مرکز مطبوعات خشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان روز 5 ایول خبر داد که شب 4 به 5 ایول سال 2021 قوه‌های حرکت طالبان ولسوالی‌های خواهان، شکای، نوسای، موهمای، شغنان و سلطان اشکاشم ولایت بدخشان جمهوری اسلامی افغانستان را که با جمهوری تاجیکستان در منطقه مذکور 910 کیلومتر سرحد عمومی دارد پورا تحت نظارت خود قرار دادند. در مقاومت‌های مسلحانه با طالبان 1037 نفر نظامیان قوه‌های مسلح افغانستان عقب نشینی کرده به مقصد نجات دادن جان خود توسط منطقه‌های سرحدی شاهان ناحیه شمس‌الدین شاهین 104 نفر، روزوی ناحیه درواز 213 نفر، نولوند ناحیه درواز 83 نفر، غمراغ ناحیه ونج 173 نفر، تیم شهر خاروغ 312 نفر، اشکاشم 102 نفر و لنگر ناحیه اشکاشم 50 نفر وارد خاک جمهوری تاجیکستان گشتند. با نظرداشت مناسبت‌های نیک همسایه‌داری و دخالت نکردن به امور داخلی جمهوری اسلامی افغانستان به نظامیان این کشور اجازت وارد شوی به قلمرو تاجیکستان داده شد، گفته می شود در اظهارات. با این وجود مرزبانان تاجیک میگویند عین حال وضعیت در مرز دولتی تاجیکستان و افغانستان تحت نظارت سرحدبانان تاجیک قرار دارد. مرکز مطبوعات خشون‌های سرحدی تاجیکستان شام 4 ایول از بیجنگ به طالب تسلیم شدن ولسوالی خواهان و به خاک تاجیکستان گذاشتن 94 تن از نیروهای دولتی افغانستان خبر داده بود. در نیم ماه اخیر الکی بیش از 1500 نفر از نظامی‌های افغان به حمله طالبان تاب نآورده به قلمرو تاجیکستان عقب نشینی کردند. روز 4 ایول پرزیدنت‌های تاجیکستان و افغانستان امامعلی رحمون و اشرف غنی در یک تماس تلفنی جریان تشویش‌آور رشد وضع نظامی و سیاسی در افغانستان را مورد بررسی قرار دادند. ضمناً به شدت گرفتن وضعیت در منطقه‌های شمالی با تاجیکستان همسرحد افغانستان توجه مخصوص ظاهر کرده شد، خبر داد خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان. یادگار فیضوف رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان با تشکیل یک جلسه ویژه از وضع در افغانستان اظهار نگرانی کرده و گفت باید برای قبول دست کم 10,000 گریزه از بدخشان افغانستان تیار بینند.